سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدش یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات اصل خدا محوری و اصل الهی بودن این به این معناست که ما وقتی پروسه تعلیم و تربیت را انجام میدیم، از پروسه تعلیم و تربیت ما الله متعال آگاه است، ناظر است بر کارهای ما. یک گپ دوم، باید در پروسه تعلیم و تربیت ما خرسندی و رضامندی الله متعال را در نظر داشته باشیم. این دو، در پروسه تعلیم و تربیت باید شناخت ما در مورد الله متعال چی شود؟ قوی شود. ما باید مثلا فیزیک هم یاد بگیریم. ما باید این را بفهمیم که مثلا امی قوای جاذبه زمین این مثل که به اصطلاح سکولارا میگه یا کسایی که باورمند به دین نیستن، اونا میگه که این به اصطلاح چیزای طبیعی است، این مباحث طبیعی، پدیده‌های طبیعی است. کدام نیروی ماورای طبیعت وجود نداره که مثلا به زمین اینمی قوت داده باشه که یک جسم را از بالا چکنه؟ کشف کنه. یا مثلا در موضوع جغرافیا اگر ما میخوانیم که زمین زلزله را مثلا بعض موضوع بس قرار بدیم، زلزله در اثر بعض تعاملاتی که در زمین رخ میده زلزله به وجود میاد. خیلی از سکولارای را میگه گاهی مثلا الله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با زلزله مثلا برای ما شما بعضی سفارش‌ها را داده که مثلا یک وقتی حضرت عایشه رضی الله عنها آنها از حضرت پیامبر صلی الله علیه و پرسان کرد که آیا این زلزله که صورت میگیره این برای ما عذاب است یا نه که این به اصطلاح باعث بیداری ماست؟ گفت نه، با خدا قسم این باعث بیداری ما شماست که ما را از خواب غفلت بیدار کنه. حالا اگه برای یک سکولار گپ بزنی که مثلا زلزله یک کار داره، یا مثلا اگه گپ بزنیم که زلزله و دیگر سوال شد که زلزله چرا به وجود میاد؟ یک غالبا حدیث است اگه من فراموش نکرده باشم، گفتن وقتی که زنا زیاد باشه. اگه گپ برای یک سکولار بزنیم میگه والا این است که دیوانه شده. این خود تعاملات زمین است، زلزله رخ میده. اما در اصل تربیتی اسلام این رو برای ما میفهمونه که صحیح اینمی تعاملات یا اینمی به اصطلاح حرکاتی که در زمین میاد آتش فشان میشه و بالاخره زلزله اینه که مدیریت میکنه. آیا خود زمین که یک جسم به اصطلاح بیروح است این توانایی داره که دست به کارا بزنه؟ یا مثلا کسوف و خسوف و مثالا زیاد نشه، این رو وقتی ما شما مثلا میبینیم ما باورمند هستیم که باید توبه کنیم، باید نماز خسوف و نماز کسوف، اما سکولار ما رو به مسخره میگیره. میگی چی معنا؟ میگی خوبی اون مهتاب در بین زمین و در بین آفتاب قرار میگیره، به آفتاب گرفتگی رخ میده و برعکسش. این خود به اصطلاح مسائل چی است؟ اما ما این رو میگیم که نمیره الله متعال نخواه. آیا فردی وجود داره، نیروی وجود داره، انرژی وجود داره که این کار صورت بده؟ مثلا خلاف غیر از امروزایی که این کار رخ میده، امیر روز کل دنیا جمع شد امید یک حالت را به بار بیارن که آفتاب گرفتگی رخ بده، میشه امکان نداره. پس اصل خدا محوری به این معنی که در پروسه تعلیم و تربیت ما و شما باید متنبی خود را، کسی که تربیت میده او را متوجه الله کنیم، متوجه از این بسازمش که در هر امر الله متعال ما شما را میبینه. حتی اینمی اندوخته علمی یا اینمی دانش را که ما فرا میگیریم، دغه ذکر دغه پوها باید د الله جل جلاله د رضامندی په خاطر استفاده سي. د الله جل جلاله رضامندی د مبنیت وي، نه دا چې مثلا موږ ذکر کوو د لپاره چې ماش وګټو چې د اسمانه سبب دي، یا د لپاره چې په واسطه ځینې دنیوي رقابتونه په مخ وځي. په هر صورت إجا آية كلمة ذكر كردين موصول من الشيطان الرجيم قل إن هدى الله هو الهدى ومن لرب العالمين.
یعنی هدایت از جانب الله متعال سریع هم دیگه آیه کریمه شما با ترجمهش میفهمون. دوم اصل تعبد مداری. یکی از اصول تعلیم و تربیت ای است که در جریان فرایند یا پروسه تربیت ما باید متربی خود را تلقین کنیم یا به متربی خود بفهمانیم که این پروسه را که ما شما انجام میدیم این پروسه خود عبادت است. خود چی است؟ عبادت است. یکی. دوم ای که مثلا ما شما با واسطه در جریان پروسه تربیت ما متربی خود را متوجه کنیم که یکی از وظایف اساسی ما که عبادت است، بندگی الله متعال است. او بندگی و عبادت ما فدا و قربانی تربیت نباشه. شاید سوال شود که مثلا ما رشته چی را میخوانم، زراعت را میخوانم، این دیگه چه قسم عبادت است؟ شما ببینید علمای کرام، اکثر انشاءالله علمای کرام هستند، علمای کرام برای ما شما وضاحت میده. عادی‌ترین کار مباحی که در دین موجود داره، اگر در او نیت درست باشه، اونم مباح باید یک عمل خیلی به اصطلاح ثواب بزرگ مبدل میشه. حتی من یک کتاب را مطالعه میکردم، ما شما خواب میکنیم، خواب یک عمل مباح است. ظاهرا خواب در خواب رفتیم، خواب ما شما از خیلی کارهای خیر محروم ساخت، اما این خواب خودش عبادت است. در صورتی که نیت طوری باشه که من به خاطر خواب میکنم که فردا وقتاً به خاطر نماز تهجد بلند شوم، به خاطر مطالعه بلند شوم، به خاطر درس خواندن بلند شوم، این خواب به عبادت مبدل شد. پس چی رسه به خواندن یک رشته علم که با واسطه از اون شما میتونیم برای خلق الله خدمت بزرگ انجام بدیم. اگر مستقیما با واسطه از او به اصطلاح عبادت الله نیست، خدمت خلق الله پس خودش یک عبادت شد. ما شما را به اصطلاح این کار ما شما را به عبادت مبدل میکنن. باز بخصوص بخصوص امروزی که قبل ما شما سر وضعیت امت بحث کردیم، وضعیت امت را بیدار کردن با واسطه از این چیزا میشه که در عبادت بزرگ کجا وجود داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم. یعنی علوم، یعنی رشته های علم، حتی حرفه های کلش به اصطلاح تحت یعنی آیت قرار میگیره. ما شما را به اصطلاح به طرف اعداد و به طرف بهبود وضعیت امت میبره. اصل سوم اصل متربی محوری است. یعنی این معنا که ما شما در جریان پروسه تربیت باید با کسی که او را تربیت میدیم با او هم توجه کنیم. این تو نباشه که مثلا ما شما سطح علمی از او را، وضعیت روحی از او را، سطح عقلی از او را در نظر نگیریم و بعد ما شما اما اندوخته های علمی خود را یا پروسه تربیت را پیش ببریم. اما غالبا جناب رئیس کلم الناس علی قدر عقولهم عربی مقوله ده. یا مثلا وقتی در سنت عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببینیم، یکی از صحابی برش مثلا در رابطه با یک بهترین عبادت پرسان میکنن، بهترین عبادت کدام است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برش میگه جهاد، دیگه میگه بهترین عبادت کدام است؟ میگه نماز، دیگه میگه بهترین عبادت کدام است؟ میگه نیکی با والدین. این به این معنی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصل متربی محوری را در نظر میگیره. وضعیت و حالت اونم صحابی یا اونم کسی را که تربیت میده، او برش معلوم میشه که والا اینی به اینی موضوع خیلی اهمیت داره و به اصطلاح ضرورت داره. بنابراین برای اون میگه اون موضوع را برجسته میکنه که این موضوع خیلی مهم است. برای بنابراین در پروسه تربیت ما شما با اصل متربی محوری باید توجه زیاد کنیم. مثالای زیاد است از اینکه وقتی قسمه ها کوتاه میگیم، یعنی در پروسه تربیت متوجه باشیم که شاگردان فراموش نکنند. بیشتر من مقوله را خواندم کلم الناس علی قدر عقولهم. برای متعلم سنت سیوم تو میریم مباحث خیلی پیچیده را به خاطر از اینکه ما شما علمیت خود را برای از اونا کشیده باشیم، ابوی تو که چیز دوم را پوی دوم را ورزیده دستی مباحث مطرح که چه دموگ در 30 ساعت خلاصیدون روستا یا دیگه
تربیتی پروسه در تمامیدون ورسته ایمو که متربی یا دموک شاگرد بالی ببینی پروسه دموز چی جوه ده موضوع دیر مهمه ده این موضوع در روانشناسی یا درس‌های غیر اسلامی همین موضوع را خیلی متوجه هستند که باید ما شما سطح شاگرد سطح متربی را باید در همین تربیت در نظر بگیریم ولی این یک اصل است یعنی یک اصل دینی ماست که باید شاگرد سطح متربی را فراموش نکنید سطح منظور از سطح تنها سطح علمیش نیست حالت از را یک متربی یک شاگرد یک کس را ما تربیه میکنید مثلا او وضع اقتصادیش خراب است و ما شما میمورد چی میکنیم یا مثلا یک کسی حالت غمگنانه داره غم دیده است ماتم دیده است باید یک دفعه او را ما شما وضعیتش تغییر بدیم حالتش تغییر بدیم آماده ازی کنیم که ما شما این پروسه تربیت را انجام بدیم یعنی این اصل یک اصل کلی است تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا